تمام انسان‌ها در تمام لحظات دارن از خودشون نور ساطع میکنن، فوتون ساطع میکنن. نه فقط انسان‌ها، همه موجودات همینطورن. و یک دستگاه‌هایی درست کردن که به این دستگاه‌ها میگن اسکنر بایوفوتونیک. بایو یعنی زیستی، فوتون یعنی نور، بایوفوتونیک یعنی نورهای حیاتی. موجودات زنده دائم نورهای حیاتی از خودشون ساطع میکنن. نکته جالب، وقتی یک انسان رو پشت یک اسکنر بایوفوتونیک قرار میدیم و ازش میخوایم که به موضوعات مثبت یا منفی فکر کنه، بلافاصله طول موج و فرکانس ها و شدت این نورها، رنگ این نورها تغییر میکنه. یعنی یک فکر مثبت یا یک فکر منفی بلافاصله منجر به تغییر ارتعاشات وجودی ما میشه و بر اساس یک قانون فیزیک تحت عنوان interconnectedness یا به هم پیوستگی ذاتی اجزاء هستی که توسط دیوید جوزف بوهم فیزیکدان آمریکایی و آلبرت اینشتین فیزیکدان آلمانی مطرح شد، هرگاه ارتعاشات وجودی ما تغییر بکنه به طور بی‌زمان، یعنی بلافاصله بر روی تمام اجزاء هستی تأثیر می‌گذارند و منجر به تغییر آینده می‌شود. وقتی ما میگیم برای تغییر آینده باید افکارمون رو تغییر بدیم، به این معناست. این موضوع توضیح علمی و فیزیکی دقیق داره.